نور النبوة فاض في الزهراء فعلى البدور وفاق كل ضياء بنت النبي محمد نبع الهدى. مطالب دیگرتون رو بفرمایید. بخش دوم من دارم تحقیق میکنم روی این دوتا. آیا از خمس تو کتاب قرآن چیزی هست یا نه؟ خمس در قرآن. چشم. سوال دیگر؟ نه الان جواب من دادی. خمس هست یا نه؟ خمس در قرآن خمس غنیمت هست. غنیمت در جنگ با کفار. خب همون دیگه سوره انفال آیه 41 میگه هرچی به غنیمت گرفتید بدید به پیامبر، اهل بیت، یتیما. این خمسه. پس اینقدر نگی خمس جای نیست، این صریحاً خمسه. من به کی گفته که خمس نیست عزیزم؟ خمس غنایم هست. یعنی چی؟ وقتی شما میرید با کفار درگیر میشید، غنیمت هایی که از کفار به شما میرسه خمسش یعنی 20% مال رسول و اهل بیت هست. این یک چیز شرعی است، همه ما قبول داریم. اما خمس کسب و کار، یتیما و نیازمندان عزیزم، خمس کسب و کار در کجای قرآن اومده که شما به عنوان یک شیعه برید کار کنید، بزنس کنید، تجارت بکنید، بعد 20% رو بدید به آخونده؟ ببینید شما تو چارچوبتون ببین، تو قرآن گفتی خمس نیست دیگه. من چند تا از برنامه‌ها که تو قرآن گفتی خمس عزیزم خمس کسب و کار، عزیزم هر کسی که خمس رو خودتون تفسیر به رأی نکنید. خب مطلب بعدیتون رو آقا اسماعیل عزیز، مطلب بعدیتون رو بینندای ما اینقدر فهیم هستن که فرق بین خمس غنایم که هر کس انکار بکنه کافر است و از اسلام خارج است و بین خمس کسب و کار رو که به دروغ و به زور آخونده کلا میذارن از مردم میگیرن رو بدونن. مطلب بعدی، من دوست تو ایرانم ولی اصلا از آخونده دفاع نمی‌کنم عزیزم. مطلب بعدی آقا اسماعیل عزیز، من دوست ندارم. یک جوون چند تا مطلب دارم بیان می‌کنم که مطلب سومتون رو بفرمایید. چون من اصلا ازشون خوشم نمیاد. چه آخوندایی که قیافشون تحجر عقب موندگی میریزه. در مورد این خمس اگر لطف کنید خیلی کوتاه بفرمایید. من خطاب به این بیننده گرامی، حالا ایشون میگن که من سوال دارم، من کاری ندارم که به هر حال شما از چهره من و جناب استاد خوشتون میاد یا نمیاد. از قرآن که خوشتون میاد ان شاء الله. آیه 41 که شما فرمودید در سوره انفال و علموا انما غنیمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى تا آخر آیه. بله این خمس در قرآن هست. هیچ کسی از اهل سنت بالاستثناء نگفته که خمس در قرآن نیست. و هر کسی بگه کافر میشه. انکار خمس در این آیه انکار آیه است. بله شما شاید مفهوم رو دیگه متوجه شدید برادر بزرگوار. منظور از خمس وقتی که بیان میشه، خمس شما الان هیچ آخوند از شما نگفته غنیمت جنگ بدید. این آیه رو برید تمام تفسیراشو نگاه بکنید، تفاسیر معتبر. معنی اینه که شما در جنگ با کفار غنیمتی گیر شما میاد، 1/5 رو باید بدید در راه خمس، باید بدید اون مصارفی که در این آیه ذکر شده طبق اون مصارف خرج میشه. اما آیا شما وقتی میرید زحمت میکشید آیا شما کافرید؟ خمس رو من مسلمان وقتی از یک کافری مالی در جنگی در جهاد غنیمت میگیرم باید بدم. آیا شما شیعه، برادر شیعه، خواهر شیعه که کار میکنی، عرق میریزی، زحمت میکشی، شما کافری که مال شما خمس باید باشه؟ خمس مال کافره. خمس 20% مالی که از کفار نصیب ما میشه باید بدیم در راه خدا. آیا این مالی که شما به دست میارید مگر شما کافرید که این مال شما باید خمس گرفته بشه ازش؟ برادر من، ما که میگیم خمس نگید به نفع خودتون داریم میگیم. ما که گیر ما نمیاد که شما آخوند میگه خمس بده میره تو جیب خودش، من میگم خمس ندید. اگه خمس ما که عجیبه، من یکی از دوستانم همچین بحثی شد، یک بیننده برادر دکتری بود میگفت که آقا خمس تو قرآن هست و فلان. گفتم یک دفعه اومده بود مال جنگه. من میگم من سنی میگم تو خمس نده، آخوند میگه بده، من میگم صیغه نده، آخوند میده بده. عجیبه. من گفتم مگه یک مردی هست از شهوت و پول بدش بیاد؟ ما میگیم آقا نده، مالت مال خودت، ناموست مال خودت. آخوند بگه مالت مال من، ناموست مال من. حرف آخوند رو گوش میکنید، حرف ما رو گوش نمیکنید. عجیبه واقعا، جای تأمل داره. برید ببینید. برای اون خمسی که شما میگید و شیعه میگه که هر درآمد کل زندگی 20% رو بدید، هیچ ارتباطی به غنیمت جنگی نداره و این یک چیز موضوع مسلم هست و جای تأمل و تفکر داره. حالا چه از چهره ما خوشتون میاد یا نمیاد، از صحبت حداقل فکر بکنید دربارش. نور النبوة فاض في الزهراء فعلى البدور وفاق كل ضياء بنت النبي محمد نبع